با عرض سلام خدمت دوستانی که دعوت منو قبول کردن و تو این لایو شرکت کردن و همینطور عرض سلام و خیر مقدم خدمت دوستانی که این لایو رو با ما همراه میشن یا بعدها مشاهده خواهند کرد. ما امروز اینجایی هستیم که در مورد بیزینسی که مدتی شروع کردیم یه مقدار مجددا صحبت بکنیم. بیزینسی که جهانی هست، افراد از سراسر دنیا در اون فعالیت دارن به صورت آفلاین و آنلاین. سیستم آفلاین حدود 50 ساله داره کار میکنه و سیستم آنلاین حدود 7-8 ساله که در این سیستم آنلاین حدود چند روز قبل گفتن که 200,000 نفر بیزینس پارتنر دارن کار میکنن که از کشورهای مختلف، ملیت‌های مختلف هستن، به جز 2 کشوری که بارها قید کردیم و بعد دوباره قید خواهیم کرد. این بیزینس مزایای متعددی داره. در واقع موفقیت برای افراد رو به دنبال داشته، خیلی پرخیر و برکت، قانونی هست، درآمد بالایی داره و زمان زیادی نیاز نیست صرف بکنید برای انجامش. زمانش فلکسیبل هست، به عهده خودتون هست. قسمت اعظم کار اتوماتیک انجام میشه و ساپورت و آموزش رایگان داره و بسیاری امتیازات دیگه. امروز اینجا هستیم که به یک سوال جواب بدیم و من از دوستان خواهش میکنم که این سوال رو به ما جواب بدن. اینکه نقش همسران در حمایت از شروع و ادامه دیجیتال بیزینس چی هست و چطور میتونه در پیشرفت و توسعه این بیزینس به شما کمک کرده و به دیگران کمک بکنه. از آقا سیروس خواهش میکنم که خودشون رو یه مختصر معرفی کنن و جواب این سوال رو بفرمایید. درود بر شما و درود بر بینندگان محترم. من سیروس هستم، به همراه خانواده‌ام در ملبورن زندگی میکنم و مدتیه که دیجیتال مارکتینگ رو شروع کردم. من البته از نگاه یه آقا در واقع خدمتون سعی میکنم صحبت کنم و نقطه نظرات خودم رو در صورتی که خانم ایشون در این بیزینس شرکت کرده باشه، حضور داشته باشه، مطالب رو بیان کنم. تولید محتوا در سوشال مدیا به محیط آرام و خلوت و خلاقانه نیاز داره تا ایده های نو زاده بشه. بنابراین شاید در ردیف اول کسایی که واقعا واجد شرایط حضور در این بیزینس هستن خانمای خانه‌داری که زمان بیشتری رو در منزل سپری میکنن باشند که فارغ از هیاهوی بیرون این بیزینس گزینه فوق‌العاده خوبیه برای اونا که هم یک بیزینس شسته رفته هست که دردسرهای یک بیزینس سنتی رو نداره و خیلی راحت ران میشه و هم این که خانوم ها با حضور در منزل و ران کردن این بیزینس میتونن به مدیریت کانون خانواده بپردازند و همچنین زمان بیشتری رو در کنار فرزندانشون باشند و به تربیت اونها هم بپردازند. یعنی هرچند در این دور زمانه خانم ها بعضا علاوه بر وظایف 2-3 تا وظیفه بالا که خدمتتون عرض کردم نقش مستقیمی در تولید ثروت در خانوار دارن و کار میکنن و شاید که 2 جا کار بکنن و مستقیما درگیر پرداخت هزینه‌های خانوار خودشون هستن. ناگفته نماند که یکی از مهمترین قدرت خانم ها در حفظ و تداوم ارتباط با اطرافیان و حفظ شبکه‌های ارتباطی در جامعه است که باعث میشه در گسترش و رشد مخاطب سریعتر عمل کنن. البته چیزیه که بعضا آقایون شاید یه مقداری از اون طفره میرن و سعی میکنن که حالا خانم‌ها بیشتر در این قوی ظاهر میشن. در صورتی که خانم این بیزینس رو شروع کنه باید آقای خانه یا منزل با حسن نیت و سیاست بخشی از وظایف خانم را در منزل به عهده بگیره و محیطی توأم با آرامش و حسن مشارکت بیشتر فراهم بکنه که خانم با امنیت و اطمینان خاطر
به کارش بتونه ادامه بده، چون تلاش خانم در جهت مشارکت در افزایش درآمد کلی خانوار و کاهش فشار بر روی همسرش می باشد که بیشتر به صورت سنتی خودش را در مقابل پرداخت هزینه ها مسئول می دانه. از طرف دیگر بخش اعظم این بیزینس شامل صحبت‌های طولانی هست، برنامه‌های زنده هست، بعضاً در زمانهای متفاوت با زمان فرض کن جا لوکال هست، در سوشال مدیا و نیز گفتگوی تلفنی، وبینار و بعضاً صحبت‌های لایو تکراری با افراد هست و همینطور که عرض کردم شاید در زمانهایی که عنوان مثال چون این بیزینس یه بیزینس جهانی هست، شاید زمانی که اینجا سر کله سحر صبح 5 صبح هست، توی آمریکا و کانادا ساعتهای اداری هست، لذا بعضا میبینی که زمانها اینطوری تداخل داره. اگر با حسن نیت و شکیبایی بسیار توأم نباشه و صبوری توسط آقا یا همسر پیش نشه، شاید به مشکل بر بخوره. لذا من از آقایون استعداد دارم که در این گونه شرایط ضمن شکیبایی بسیار بخش اعظم وظایف رو برای مقاطعی بر عهده بگیرن و در مواظبت از فرزندان در صورتی که برنامه لایو هست. من بعضا خودم شاهد بودم که خانمی با حتی دو تا بچه کوچولو داشت و خب داشت لایو برگزار میکرد. خب این مدیریت این کار خیلی سخته. اگر فرض کن آقای خونه یا فرزندان بزرگتری که در منزل حضور دارن نخوان همکاری بکنن، واقعا عرصه بر خانم خیلی تنگ میشه که بتونن مثلا فرض کن 2 تا بچه کوچولو رو بخواد هم مدیریت کنه، همین که برنامه لایو داشته باشه. البته همین شرایط و وظایف در صورتی که آقا در بیزینس حضور داشته باشه هم برای خانم قابل تصور است. شاید در یک بیان کلی هدف تولید ثروت برای خانواده و تأمین آینده خودمون و فرزندانمان است و هر کسی میبایست که بسته به تواناییش تلاش قابل قبولش رو ارائه کنه یا به بار دیگر وظیفه خودش رو انجام بده. در پایان اضافه میکنم که حتی فرزندان بالغ نیز باید در این یعنی انتظار میرود که در این مهم تلاش قابل قبول بکنن و حتی در صورتی که خب با توجه به اینکه نسل جدید در سوشال مدیا، در موبایل، در اینترنت فوق‌العاده توانمند هستند، در صورتی که حالا والدین نوعاً یه مقدار کم کاستی در این خصوص دارن، من فکر میکنم که لازم هست که فرزندان بزرگ همکاری بکنن و خیلی از این تکنیک ها رو که سریعتر جذب میکنن به والدین کمک کنن که در ارتقای تکنیکی اونها بکوشن. من صحبت ها رو کوتاه میکنم، در خدمت شما هستم. مرسی آقا سیروس، از توضیحاتتون کامل بود با توجه به تجربیات خودتون. تشکر. نوبت میرسه به زهرا جان که مختصر خودش رو معرفی کنه و تجربه خودش رو بگه و اینکه نظرش در مورد این سوال چی هست. بله، اول از همه سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان و همه اونهایی که دارن الان ما رو همراهی میکنن یا اینکه بعداً در سر فرصت میشینن و ریکورد شده ویدیو رو میبینن. در مورد ساپورت کردن به نظر من فقط به اصطلاح شامل این بیزینس نمیشه، کلا زن و مرد باید حتما همدیگر رو ساپورت بکنن در هر زمینه دیگه ای. میتونه خانوم مثلا یا آقای کدومشون داره، به هر حال ما اینجا مهاجر هستیم، لازمه 2 مرتبه کارایی رو از نو شروع کنیم، مثل درس خوندن، کالج رفتن. تو اون مقاطع لازمه که دقیقاً همه این کمک ها، ساپورت ها اعمال بشه.
یک به اصطلاح باید اینطوری در نظر گرفته بشه که اون 2 نفر زن و شوهر در یک تیم هستن، باید کنار هم باشن، نباید مقابل هم قرار بگیرن. نمونه هایی بوده که اینقدر مثلا خانم نگران بوده، اون خانم بوده که وارد شده توی بیزنس و اینقدر از واکنش همسرش نگران بوده که این مورد ورودش به بیزینس رو حتی پنهان کرده از همسرش، چون نگران واکنش و عکس العمل همسرش بوده. تا مدت‌ها بعد که حالا یا تصادفاً اون شخص مثلا همسرش متوجه شده یا به هر حال خودش مجبور شده بگه. چقدر سخته همچین شرایطی. ولی سخت هست، ولی به اصطلاح حقیقت داره. بله. البته جور مخالفش هم وجود داره ها، نقطه مقابلش هم هست، ولی خب خیلی بده که اگر اینطوری باشه که حتی به اصطلاح بخوان سرد بکنن همدیگر رو، یا اینکه اون ساپورت روحی و روانی وجود نداشته باشه به هیچ نوعش. به نظر من اینطور میرسه که از همه مهمترین مورد اینه که حداقل ساپورت روحی روانی وجود داشته باشه از طرف زوجین. حالا فرقی نمیکنه اگه خانم شروع کننده است، وارد شده و نفر اول وارد شده در بیزینس، یا اصلا کسی هست که تو بیزینس فعاله، شوهرش باید مواظبت بکنه، حمایت بکنه، ساپورت بکنه و برعکس، هیچ فرقی نمیکنه. ساپورت مالی همچنین باید وجود داشته باشه. مثلا در ابتدای کار نیاز به سرمایه گذاری هست. به هر حال هر 2 نفر باید کمک کنن که این سرمایه گذاری انجام بشه. حالا مقدارش فرق نمیکنه چقدر باشه، پایین کم باشه زیاد باشه، ولی به هر حال ممکنه تو مقطع سخت باشه اون سرمایه گذاری مبلغش، اینکه یکی از طرفین بخواد. اگر برای 2 نفر امکان مشارکت وجود داشته باشه، چون این قراره که برگشتش به خانواده باشه، برگشت به اصطلاح اون منفعت، اون سرمایه قرار به کل خانواده برگرده. پس باید این طرف با هم این همکاری رو داشته باشن، همدیگر رو به هم انگیزه باید بدن، باید همدیگر رو تشویق بکنن. حالا من نمیخوام مثلا بگم که صرفا آقا این کار رو بکنه، فرقی نمیکنه، به هم این جرأت رو بدن، به هم این جسارت رو بدن، دلگرمی رو بدن، تو دل هم رو خالی نکنن. و اگر که ایده‌ای دارن در زمینه‌های مختلف، این کمک فکری رو به همدیگه بدن برای اینکه بهبود ببخشن کار کسی رو که داره توی بیزنس فعالیت میکنه. ممکنه به هر حال هر شخصی یک سری نقاط قوتی داره. ممکنه خانوم وارد بیزنس شده ولی در بعضی زمینه‌ها اونقدر قوی نیست، ولی آقا قوی هست، مثلا در مورد کامپیوتر قوی تره، نمیدونم زبانش قوی تره، یا به هر حال در بعضی قسمت ها نقطه قوت بیشتری داره، میتونه کمک بکنه به همسرش. و این رو باید به شکل، اگر نقدی داره، این مثلا اگر مثلا به محتوایی که همسرش داره ارائه میده نقد داره، این نقد رو انجام بده و خیلی هم خوبه اتفاقا که کمک میکنه برای اینکه کیفیت کار اون شخصی که داره بیزنس انجام میده بهتر و بهتر بشه روز به روز. ولی خب اونم به اصطلاح نحوه انجام اون نقد کردن هم خیلی مهمه. نقد کردن باید به شکل خیلی به اصطلاح به شکل مغرضانه نباشه، جوری نباشه که شخص ناراحت بشه یا احساس بکنه که اعتماد به نفسش رو داره ضعیف میشه با این نقد انجام میشه از طرف مقابل. بعد کلا چون ما مهاجر هستیم الان، خیلی یعنی میتونم بگم عمده افرادی که مخاطبین ما هستن دیگه کمک و ساپورت خانواده هاشون رو ندارن، اطرافیانشون رو ندارن. به شکل هسته‌ای شاید خیلی هاشون خانواده های هسته‌ای هستن که یک پدر و مادر و فرزنده. من نمیگم خیلی ها ممکنه خانواده هاشون هم باشن، ولی خب اصلی ترین قسمت کمک باید از سمت خانواده درجه که فرد باشه، یعنی این انتظار میره حداقل. خیلی هم خب این خانواده رو ساپورت خانواده مثلا خانواده درجه 2 رو ندارن به خاطر قضیه مهاجرت.
و پس باید این ساپورت روحی روانی بشه از طرف همسر در درجه اول و در درجه دوم از سمت خانواده. اگر فرزندان بزرگتر هستن باید کمک بکنن، چون امروز روز زن و مرد دوشادوش هم دارن کار میکنن. پس نباید تصور بشه که اگه یه نقشی به نقش مثلا دارن میگم، اگه خانومی که وارد بیزنس شده، اگر خانومی که این نقش دیگر رو اضافه کرده به وظایف دیگرش، اینطوری نباید تصور بشه که چون به هر حال این کاری که خودت قبول کردی، پس دیگه باید همه کارام کم و فسابق همونجور بی‌نقص پیش بره، کارهای خونه همون شکلی که بی‌نقص بوده و هیچ کم و کاستی نبوده، اون انتظار همچنان ازش بره که همه چی سر جای خودش باشه کم و فسابق. نه، نباید اینطور باشه، چون واقعا گاهی وقتا لازمه که مواقعی پیش میاد که ممکنه اون فرد، اون خانوم نتونه بعضی از قسمت‌ها رو به اون خوبی قبل انجام بده. باید کمک بشه. اگر که حداقل اگر نمیتونن کمک بکنن، ببخشید این کلمه میگم ولی قر نزنن. قر نزنن نگن که یه کار ما در اومد دیگه، این بیزینس هم شروع شد، چوب لای چرخ نزنن. مگه اینا شام و نهار میشه بابا؟ حالا ما چیکار کنیم و فلان اینا. اینا که عرض کردم، این موردی که آقا سیروس هم گفت خیلی مهمه که اگر بچه کوچیکی در منزل هست حتما کمک بشه، چون واقعا سخته که بخوای مدیریت بکنی. هم به هر حال لازمه خیلی کارا انجام بشه، نمیدونم لایو شخص بره، نمیدونم تشریک مساعی بکنه با افراد همتیمی خودش، زوم میتینگ داشته باشه، باید همسرش مدیریت بکنه، کمک بکنه فرزند رو در اون مدت تو اون فاصله مواظبت بکنه. بوده که خیلی از مثلا خودم بوده، تجربهش رو داشتم که اون شخصی که قرار بوده مثلا با من لایو بیاد، چون کسی نبوده که از بچهش مواظبت بکنه، هرچند که اون ساعت روز همسرش بوده. مثلا حتی گفته همسرش که مثلا من خیلی خستم، از سر کار اومدم، نمیتونم، و اون خانم نتونسته تو لایو باشه. کاشکی بشه که جور دیگه ای عمل بشه، جور دیگه ای رفتار بشه و واقعا کمک بشه به معنی واقعی کلمه. بعد آقایون ممکنه بعضی مطالب، بعضی نکات رو یه جور دیگه ببینن و بعضی ضعف‌ها رو متوجه بشن که بعضا خانم متوجه نمیشه در اون لحظه، یا برعکس خانم مثلا جزئی نگرتر هستن خانم ها، ممکنه بعضی چیزا رو زودتر متوجه بشن، میتونن به همسرشون بگن، مثلا در ظاهر همسرشون وقتی که مثلا میخواد لایو داشته باشه نظر بدن در مورد لباسش، در مورد ظاهرش. اینها خیلی بازم به نظر من نکاتیه که خوبه اگه حتی به اینا توجه بشه از طرف همسر. در مسیر این بیزینس و کسب و کار همیشه بالا پایین هست. ممکنه اون نتیجه رو که در نظر داری تو اون فاصله زمانی که تو منتظرش بودی نرسی بهش. این نباشه که مثلا اون همسر، من اسم نمیبرم که حتما شوهر یا حتما خانم هست، دل سرد بکنه همسرش رو که مثلا توی این بیزینس هست، بگه که مثلا تو نتیجه نگرفتی، یا چرا نتیجه نگرفتی، چرا مثلا دیر شده، یا از این صحبت ها. صبور بودن خیلی مهمه در این مواقع، که با این صبور بودن شما انگیزه میدی به همسرت و با محبت داشتن خیلی مهمه که محبت داشته باشن به هم دیگه و اون سختی های راهو برای هم آسون بکنن و از لحاظ روحی و جسمی همدیگر رو ساپورت بکنن. ممکنه اون شخصی که وارد بیزنس شده به خاطر اون مشغله، بیشتر شدن مشغلهش و اون دغدغه ذهنیش از خودش غافل بشه، از اون وضع سلامت جسمیش غافل بشه، از سلامت روحیش کمی به اصطلاح غافل بشه یا دور بمونه.
چه خوب میشه که اگر اون همسرش کمک بکنه بهش، حالا از لحاظ تغذیه است، از لحاظ کمک نمیدونم آرامش بده دیگه. به هر حال آقایون یا خانوما خوب میدونن چه کار باید بکنن، اگه بخوان که این کارو بکنن خوب راهشو بلدن، پس به هم دیگه کمک بکنن توی این مسیر. این مطالبی بود که من به طور خاص میخواستم بهشون اشاره بکنم. خیلی ممنون که وقت به من دادید. مرسی، سپاسگزارم. ممنون از شما. زهرا جان توضیحاتتون خیلی کامل بود. من دیگه حرف چندانی برای گفتن ندارم، مجبورم مرور کنم صحبتاتونو. خواهش میکنم. خب همونطور که فرمودین نقش همسران، چه خانم چه آقا، بسیار مهمه، چه در کاری که ما انجام میدیم چه در همه کار. حالا خانم میخواد کارمند باشه، فرق، خانم نه، اون همسر میخواد کارمند باشه، آفلاین باشه یا آنلاین، فرقی نمیکنه. باید روش‌های حمایتی وجود داشته باشه از طرف همسر. اولین موردی که همکاری داشته باشه باش، اگر آفلاین هست یا آنلاین فرق نمیکنه، حالا اگر آنلاین باشه بیشتر. نقش همکاریش میتونه تو زمینه‌های مدیریتی باشه، خدماتی باشه، همون چیزایی که شما گفتیم، من فقط عنوانا رو میگم، یا مالی. مثلا شما مسئله سرمایه گذاری رو گفتید، اگر همسر بتونه تو زمان سرمایه گذاری کمک بکنه یا میخواد بیزینس رو گسترش بده، کمک کننده باشه تو اون مسیر، به هر حال یک سری هزینه ها هست. این هم نقش بسیار مهمیه که به اون فردی که میخواد اون کار رو انجام بده فشار نیاد. یک چیزی که اهمیت داره و شما هم گفتید، تشویق و اعتماد همسر هست. همسر به جای اینکه بیاد نق بزنه بگه چرا این کار کردی، چرا نمیدونم به قول شما غذام دیر شد، این کار دیر شد، تشویق بکنه، چون به هر حال اون درآمدی که میاد وارد خانواده میشه و وقتی که تشویق وجود داشته باشه توانایی افزایش پیدا میکنه، اعتماد افزایش پیدا میکنه، اعتماد به نفس، انگیزه ها میره بالا و روحیه فرد زمانی که افزایش پیدا کنه و انگیزش، موفقیت بیشتر خواهد بود تا اینکه فرد بخواد فکر کنه حالا به شوهرش، به همسرش چی بگه. من این کلمه رو اشتباه، به همسرش میخواد چی بگه، چجوری توجیه بکنه، چجوری میخواد مثلا وقت بذاره. حالا نکته بعدی این که هست که بایستی زمان رو مدیریت بکنن. کسی که میخواد یک کاری رو انجام بده، امیدواریم که همسرش باش همکاری بکنه، ولی نهایتاً لازم هست که بین زمان کارش و زمانی که برای خانواده داره یک زمان بندی داشته باشه. خوشبختانه کاری که ما انجام میدیم فلکسیبل هست و فرد میتونه تنظیم بکنه. الان وقت مثلا همسرش خونه است، بچهش خونه است، کارهای اونا رو بکنه، زمانی که اونها نیستن کارش رو تنظیم بکنه، لایواشو اون موقع بذاره، اداشو اون موقع درست بکنه و یک به اصطلاح تنظیمی بین کاراش باشه که تداخلی هم ایجاد نشه، کسی هم اعتراض نکنه. یه نکته‌ای که خیلی به نظر من مهمه اینه که همسرها، یعنی دو نفر به اصطلاح همسر، بایستی با هم دیگه تصمیم گیری بکنن. یک نفر خودشو نکشه کنار که من کاری ندارم، خودت فکر کن، خودت تصمیم بگیر. چرا که تجربه ها فرق میکنه. ببخشید، یعنی اینکه بی تفاوت نباشن. بله، چون به هر حال زندگی مشترک اگر این ضرر بکنه، آسیب ببینه، طرف مقابلم اگر واقعا اهل خانواده باشه آسیب میبینه، مگه اینکه بیخیال خانواده باشه که امیدواریم اینجوری نباشه. به هر حال هم فکری خیلی مهمه. میگن هر سری یه فکری داره. این ضرب المثله اینه که میتونن تصمیم بهتر به موقع تر بگیرن و باعث موفقیتشون بشه. بنابراین ایجاد یک محیط مثبت و حامی کارآفرین رو بالا میبره و باعث موفقیتش میشه و همین همبستگی میتونه باعث شکوفایی و رشد کار و رشد کارآفرینی بشه. این مختصری بود که من در نظر گرفتم که بگم. حالا البته میشد بیشتر صحبت کنیم ولی وقتمون اجازه نمیده. اینجا میخوام بگم که دوستان که این لایو رو، این ویدیو رو مشاهده میکنید، لطفاً از پلتفرم های مختلف ما در اینستا، فیسبوک، یوتیوب و تیک تاک دیدن بکنید. حالا شاید دوستان پلتفرم های بیشتری داشته باشن، اونجا اطلاعات زیادی رو به دست میارید. اما برای اینکه اطلاعات کاملتر رو به دست بیارید، لطفاً در وبسایت زهرا جان، آقا سیروس یا من ثبت نام بکنید، یعنی نام و ایمیلتون رو وارد بکنید، یا اینکه اسم و ایمیلتون رو برای ما مسیج بکنید. ما براتون اطلاعات لازم در ارتباط با این بیزینسی که انجام میدیم و مزایاش رو مختصر گفتیم براتون میفرستیم.
اگر نیاز دارید به زبان فارسی برامون پیام بدید، ما ایمیل و وبینار فارسی براتون ارسال میکنیم. به هر حال اگر سوالی داشتید، مسئله‌ای بود، لطفاً با ما تماس بگیرید. گذرا از این لایف ها، از این اصطلاحات ها نگذرید. من اول کار گفتم که این بیزینس برای کل دنیا قابل اجراست و از ملیت ها و قوم ها و کشورهای مختلف این بیزینس رو انجام میدن، به جز 2 کشور متاسفانه، ایران و افغانستان به دلیل تحریم های بانکی و اختلالات اینترنتی نمیتونن فعلا این بیزینس رو انجام بدن و امیدواریم که به زودی این 2 مشکل حل بشه و جوانها و مردم با استعداد ایران و افغانستان هم که افراد زیادی از اونجاها با ما تماس میگیرن و مشتاق انجام این کار هستن و ما با تأسف به اونها میگیم که موفق باشید. من فقط میتونم بگم موفق باشید وقتی میگن اینجا، و توضیح بیشتری واقعا نمیتونم بدم. امیدواریم که این مشکل حل بشه و ما شاهد حضور این افراد با استعداد باشیم. من حرف دیگه ای ندارم. اگر شما توضیح اضافه ای دارید که در خدمتتون هستم. سپاسگزار، مرسی. من تشکر میکنم. نه صحبت دیگه ای ندارم. ممنون از همه. خواهش میکنم دوستان، مرسی از اینکه با ما بودید، این لایو رو مشاهده میکنید، ویو مثلا مشاهده میکنید، لایک میکنید، ما رو ساپورت میکنید. امیدوارم هر جای دنیا که هستید، همه مردم دنیا به خصوص فارسی زبان ها و به خصوص مردم ایران و افغانستان که مشکلات زیادی دارن، امیدوارم که این روزهای سخت بگذره و آرامش و امنیت و صلح و آشتی و خوشبختی و سلامتی و آرامش و همه چیز نصیب شما بشه که لایقش هستید. بله. تا دیداری بعد، خدا نگهدار همت. خدا نگهدار.